میایم صفحه بعد. match the signs with their meanings. There is one extra sentence. این تصاویر رو با معانی که پایین جمله داده و 6 تا جمله داده اینها رو با هم مچ کنید. 5 تا تصویر و 6 تا جمله و یه جمله اضافه است. Picture 1 B. Turn off your mobile phone. موبایلتون رو خاموش کنید. Picture 2 A. There is a parking lot around. یه پارکینگ همین نزدیکی است. Picture 3 F. Do not swim here. اینجا شنا نکنید. Picture 4 E. You are near a restaurant. شما نزدیک یک رستوران هستید. Picture 5 D. Keep off the grass. روی چمن راه نرید. میایم قسمت C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you learn a foreign language. گفته از شماره 1 تا 6 این فعالیت ها رو شماره گذاری کنید طبق اینکه شما وقتی یه زبانی رو یاد میگیرید غالباً کدوم کار رو اول انجام میدید. این سلیقه‌ایه و طبق سلیقه خودتون میتونید از شماره 1 تا 6 شماره گذاری کنید. Reading storybooks. خوندن کتاب داستان. Listening to the news. گوش کردن به اخبار. Talking to foreigners. صحبت کردن با خارجی ها. Watching movies. تماشای فیلم. Surfing the net. جستجوی اینترنت. Writing letters or emails. نوشتن نامه یا ایمیل. Thank you for your watching. See you later.